یکی از اطبای دنیا، یک دکتر صاحبی که هر روز طبابتش نه به یک شهر از این شهر به این شهر، بلکه از این کشور به این کشور، یک روز این دکتر به افغانستان و یک روز بالاخره به پاکستان و یک روز به ایران و یک روز به اروپا و یک روز به فلان کشور و یک روز به فلان کشور. این طبیب در حرکت هست، در مسیر راه داخل طیاره هست و بعداً هوا چنان ابر و بارانی و هوا چنان در رعد و برق قرار میگیره که در مسیر راه مثال بیان میکنم، مثلا مسیر طیاره از هرات کابل هست، هوا چنان به رعد و برق قرار میگیره که در مسیر راه در قندهار مثلا نشست میکنه، در میدان هوایی شندن نشست میکنه، در یکی از این میدان هایی که در مسیر راه هست. بعد طیاره می نشینه، میگن چنان آب و هوا خراب هست، وضعیت هوا خراب هست که تا 4 ساعت دیگر طیاره پرواز نمیکنه. بعد دکتر پرسان میکنه که من به فلان شهر میروم، چند ساعت راه به موتر هست؟ میگویم 2 ساعت راه میشه. میگه از این که من 4 ساعت را انتظار بکشم که پس به طیاره برم، 2 ساعت را به موتر طی میکنم. به موتر می نشینه، حرکت میکنه، در مسیر راه 1 ساعت میره، در یک دشت و بیابان قرار میگیره، چنان رعد و برق و باران فشار میاره که موتر هم میگرفته نمیتوانم. و بعداً در یکی از قشلاقها، در یک قریه فقیرنشین، در آنجا پناه میبره این دکتر که فقط به خاطر که پناه ببره از دست رعد و برق و باران. داخل یک خانه میشه، میبینه یک مادر پیرزال نشسته هست رو به طرف قبله و دست به دعا هست و بعداً یک فرزند مریضی در کنج خانه افتاده هست. سلام مادر، حال شما خوبه؟ الحمدلله. و بعداً پرسان میکنه این طفل از کی هست؟ گفت این نواسه من هست، این فلان مریضی را داره. تمام اطبایی که در این اطراف ما هستن ما را جواب دادن، فقط برای من گفتن که تو میتوانید، یک دکتریه که یک روز به اروپا هست، یک روز به آسیا هست، یک روز به آفریقا، اگر میتوانید نواسه خود را با این طبیب برسانید این مشکلش حل میشه، اگر نتوانید این از بین میره. من نگاه کردم، نه سرمایه دارم، نه وسیله دارم، نه کسی را میشناسم. از علما شنیدم که حل مشکلات استغفار هست. کنج این خانه نشستم و فقط استغفر الله میگویم.